السلام علیکم و رحمت الله. من یک خواهر شما از تاجیکستان. پیش از همه به شما طوری مینداری بیان میکنم که صدای ملت مظلوم تاجیک را شنیده بی‌طرف نماندید. طولی چند سال بود که با جای شکایت کردن نمیتوانستم. از سببی که حجاب در مکتب‌ها و دانشگاه‌ها ممنوع است، ما سرهای خویش را میپوشانیم ولی تماما کامل نیست و با حجاب مانند هم نیست. با وجود این همون ناکامیلی که است، دوست هم ما را اجازه نمیدهند. بار خواستم کمتر هم باشد حجابم را کاملتر بندم، ولی متاسفانه از دست راندند. و دولت مردان تاجیک گفتنیم که خیلی برایتان متاسفم، چرا پیش از آن که به حجاب ورود و دیگر ارکان دین کاردار میشوید سر اول پیش رشوه و دستاوردی را بگیرید، زیرا نسلی که به پایه رسیده ایستاده است قریب 90% دستاورد میباشد. سبب آن است که استادان مکتب و دانشگاه‌ها سبحان الله بها را با پای میمانند. خواننده‌ها باشند به این رفتار آنها عادت کرده علم موسیقی پسستند و باور دارند که چه خوانند یا نخوانند بهای خوب میگیرند. خواهش میکردم از دولت مردم توجیه که پیش از آن که به حجاب ورود و دیگر بیشتر به ظاهری که کاربر میشوند به این اهمیت خیلی بزرگی هم دارد، زیرا آینده از جوانان وابسته است و جوانان وقتی که بیکار باشند هیچ وقت آن دولت پیشرفت نمیتواند. و در آخر از شبکه جهانی بسیار حق خیلی هم مینداری خیش را به این شبکه بیان میکنیم که واقعا هم ندای حق و حقیقت میباشد و از درگاه خداوند متعال برایتان خواهم که چی مقصدهای پاک و نجیبی که داشته باشید خداوند برآورده گرداند. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.